سلام، محسن سیفی هستم و اینجا کانال نهال من و من به عنوان یک گفتار درمانگر میزبان شما هستم و امروز قراره یکی از چالشی ترین سوالاتی که در مورد اختلال طیف اوتیسم و درمانش هست و به طور کامل موشکافی کنیم و پاسخ بدیم و ببینیم که آیا واقعا اوتیسم به طور کامل درمان پذیره و نکته مهم، آیا با درمان توانبخشی میشه که یک کودکی که در طیف اوتیسم هست از طیف خارج بشه به اصطلاح و دیگر اوتیستیک نباشد؟ این سوال مهم قراره با هم پاسخ بدیم و با مقالات بهش رجوع بکنیم. اما قبل از اینکه بریم سر اصل مطلب، خواهش میکنم که اگه هنوز کانال من رو سابسکرایب نکردید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و این ویدیو رو لایک بکنید که این ویدیو توسط یوتیوب به دیگران هم نمایش داده بشه. چند وقت پیش ما توی مهمونی بودیم با همکارانمون که یکی از همکارانمون که خب خوشبختانه خیلی هم معروف و معتمد مردم هستش میگفتش که آره ما با یه بچه‌ای کار کردیم و توی 3 ماه از طیف اوتیسم خارج شد. طبق مطالعاتی که داشتم ما شروع به گفتگو کردیم و نتیجتا این شد که خیر، همچین چیزی امکان پذیر نیستش. چرا همچین چیزی شدنی نیست و اصطلاح این که کودک از طیف اوتیسم به طور کامل خارج شد یک اصطلاح غلط و بیشتر یک شو تبلیغاتیه. خیلی اوقات این منجر به ایجاد حس ناامیدی در شما میشه که ای کاش که من هم میتونستم کاری بکنم که کودکم از طیف اوتیسم به طور کامل خارج بشه. اختلال طیف اوتیسم یک اختلال رشدی عصبی و ماندگاره، یعنی در طول عمر یک فرد باهاش همراه هستش. پس ما نمیتونیم بگیم که این اختلال مقطعیه و کوتاه مدته و فقط صرفا مربوط به کودکان. نکته مهم دیگه که وجود داره اینه که اختلال طیف اوتیسم 2 تا علامت اصلی و مهم داره. یکیش نقص در برقراری ارتباط اجتماعی و استفاده از زبان هستش و نکته دیگریش وجود خزانه محدود رفتاری. یعنی چی؟ یعنی اینکه این افراد در استفاده از رفتارها دچار محدودیت هستند و رفتارهای کلیشه‌ای و تکراری دارند که شما این رو به شکل بالبال زدن و راه رفتنهای زیاد و یا چیدمان کردن، ردیف کردن اشیا یا بازی کردن با چرخ ماشین میبینید. این اختلال روی ساختار مغز افراد تاثیر میذاره. یعنی چی؟ یعنی مطالعات FMRI اومدن انجام دادن و متوجه شدن که مغز افرادی که در طیف اوتیسم هستن انگار که اتصالات بین نورونی و ساختار ارتباطی سلولهای عصبی با افراد نوروتیپیکال یا افرادی که از نظر نورونی و عملکرد نورولوژیک معمول و رایج هستند فرق داره. به خاطر همین موضوع مهم هستش که گفته میشه که توانبخشی نمیتونه فرد رو به طور کامل از طیف اوتیسم خارج کنه که جلوتر بهش اشاره میکنه. نکته دیگه‌ای که به وجود میاد ممکنه تا اینجا برای شما سوال باشه اینه که وقتی توانبخشی اثر نداره چه فایده‌ای داره ما این همه هزینه کنیم بریم بیایم که به هیچ برسیم؟ مطالعات باز دوباره نشون دادن که توانبخشی، رفتار درمانی، گفتار درمانی، کار درمانی، ABA و انواع مداخلات زود هنگام و فشرده میتونه منجر به کاهش علائم طیف اوتیسم در کودک بشه. از چه طریق؟ از طریق آموزش و یادگیری رفتارهای تطابقی. یعنی چی؟ یعنی مغز همون شکل هست، یعنی اون اثری که طیف اوتیسم روی ساختار مغز داشته سر جاشه، اما ما میایم با توانبخشی و گفتار درمانی، رفتار درمانی و انواع تکنیک‌ها سعی میکنیم که رفتارهای جدیدی که گفتیم تو طیف اوتیسم رفتارها محدود هستن، میایم یک سری رفتارهای تطابقی، انطباقی، اجتماعی، گفتار و زبانی به کودک یا به اون فرد آموزش با اون اجتماعی که درش زندگی میکنه تطابق حاصل پیدا کنه و از این طریق زندگیش کیفیت بهتری رو به دست میاره. افراد طیف اوتیسم برخیشون توی اتصالات داخل لوب‌های مغز، اتصالات نورونی در اختلال طیف اوتیسم زیادتره، اما اتصالات بین بخشی یعنی به بخش‌های مختلف مغزی که کمتره و این رو ما به چه شکل می‌بینیم؟ می‌بینیم که فرد در دقت کردن به جزئیات بسیار خوب عمل می‌کنه، اما در اتصال دادن این پازل های پیچیده رفتارهاست که دچار مشکل میشه. یعنی چی؟ ساده تر بگم، فرد مثلا وقتی وارد یک مهمانی میشه نورها، رنگها، بوها براش جذابیت و توجه بیشتری رو جلب میکنه و به جای اینکه ببینه که خب من الان اینجا اومدم میتونم با افراد زیادی معاشرت بکنم، یا به جای اینکه بیام دقت بکنم که این ماشین من چرخش
موقع چرخیدن با چه سرعتی داره میچرخه و من محو تماشای اون بشم، بیشتر میتونم که با این ماشینه به عنوان یک وسیله برخورد کنم و از طریق اون با دوستم بازی کنم و تعامل کنم و لذت ببرم. این رفتارهای محدود رو ما میتونیم که از طریق توانبخشی بهتر بکنیم. در مورد اختلال طیف اوتیسم یک ویدیوی دیگه‌ای هم در کانال یوتیوب هست که میتونید اون رو ملاحظه بکنید. اینجا بالا من لینکشو میذارم که ببینید و در مورد اینکه چیستی این اختلال، تاریخچه‌اش و چه اتفاقاتی افتاده که ما الان با این اختلال مواجه هستیم، چه چیزایی روش تاثیر میذاره و علائم تشخیصش چی هستش، کامل‌تر توضیح دادم. ویدیو رو ببینید، حتما اطلاعات خیلی زیادی رو از توش میتونید به دست بیارید و هر موقع هم که سوالی داشتید میتونید تو کامنت ها بپرسید. نکته خیلی مهمی که در مورد اختلال طیف اوتیسم باید بدونید اینه که این اختلال حاصل یک سری مشکلات در بروز و جهش‌های ژنی هستش که حدود 70 الی 90% از اختلال طیف اوتیسم گفته میشه که زمینه‌های ژنتیکی وجود داره. اما خبر بد اینه که ما فقط با یک ژن طرف نیستیم و مطالعات بسیاری که به خصوص توسط مؤسسه سایمونز اومده که سالهاست دارن روی اختلال طیف اوتیسم پژوهش‌های بسیار زیادی کردن و هزاران نفر و هزاران تا خانواده‌ای که درگیر این اختلال هستن اومدن بررسی کردن، متوجه این موضوع شدن که این اختلال طیف اوتیسم حاصل جهش‌های ژنی در تعداد زیادی از ژن‌ها هستش و دسته‌ای از ژن‌ها هستن که منجر به بروز رفتارهای اوتیستیک در فرد میشن. پس ما با یک ژن طرف نیستیم که بتونیم با یک سلسله درمان‌های خاص به طور کلی علائم رو برطرف کنیم. در رابطه با درمان طیف اوتیسم باید بدونید که درمان و توانبخشی در اختلال طیف اوتیسم یک روند کند با چالش‌های زیاد و خسته کننده و بعضاً پرهزینه هستش که شما بایستی که آمادگی این رو داشته باشید. نکته بسیار مهم تشخیص درسته. پس برای تشخیص حتما باید از متخصصین مربوطه استفاده کنیم و صرفا با یک دو تا علامت ما نمیتونیم بگیم که فرد دچار طیف اوتیسمه. برگردیم به پاسخ از پرسش اولمون که گفتیم که با توانبخشی نمیشه به طور کامل اوتیسم رو درمان کرد. همینجاست. خیلی اوقات در کلینیک ها به اشتباه، چه از عمد چه از سهوی، اشتباه تشخیص گذاری انجام میشه. یعنی چی؟ یعنی کودکی در طیف اوتیسم نیست و ما در تشخیصمون اشتباه میکنیم و سهواً یا عمدن کودک رو اوتیستیک مینامیم و بعد پس از چند دوره توانبخشی که علائم تخفیف پیدا میکنه یا فرد به طور کلی مشکلش حل میشه میگیم دیدید کودک از طیف اوتیسم خارج شد، در صورتی که این نیست. خیلی اوقات تشخیص ها غلط هستن و خیلی اوقات علائم انقدر کاهش پیدا میکنه دیگه اون رفتارها زیاد به چشم نمیان و ما میگیم که کودک از طیف خارج شد، در صورتی که این یک اصطلاح غلط هست و اشتباهه و ما نمیتونیم بگیم که فرد رو به طور کامل از طیف خارج کردیم. و خیلی اوقات هم ما دیدیم کودک یا اون فرد نسبت به خودش تغییرات داشته و بهتر شده ولی باز هم همچنان نسبت به جامعه آماری همسن و سالان خودش عقب‌تره. پس لازمه که ما این دقت رو داشته باشیم که با چه چیزی طرفیم و درمانهای درستی رو انتخاب کنیم و هر جا که شنیدیم که درمان 100% توانبخشی قطعی بهبودی کامل، بدونیم که یه جای کار شاید داره میلنگه، شاید ما داریم اسیر تبلیغات غلط میشیم و شاید یک جریانی اون وسط در کاره. پس لازمه که آگاهی خودمون رو بیاریم بالاتر و واقع بینانه با این مشکل مواجه بشیم. و من میدونم شما به عنوان یک والد، به عنوان یک درمانگر به شدت از اینکه کودکتون دچار اختلال طیف اوتیسم هست ناامید میشید، ناراحت میشید، غمگین میشید، اعصابتون میریزه به هم و احساس یأس و ناامیدی سراسر وجود شما رو میگیره. کاملا قابل درکه. اما مهم اینجاست که کم کم با استفاده از مشاوره روانشناسی و افزایش آگاهی فردی خودتون تلاش بکنید که این اختلال طیف اوتیسم رو در گام اول رفته بپذیرید. بهتر اینه که ما این فرد رو با همین ویژگی هایی که داره بپذیریم و شرایط جامعه و زندگی محیط فردیش رو طوری تغییر بدیم که فرد راحت تر خودش رو بتونه تو جامعه اثبات کنه، نشون بده و در جامعه حاضر و ظاهر بشه. براتون آرزوی توفیق و سلامتی دارم. هر جا سوالی داشتید حتما تو
پایین تو کامنت ها بپرسید و حتما این ویدیو رو لایک کنید، پیج رو سابسکرایب بکنید و من دوست دارم که با شما در تعامل باشم و سعی میکنم که تو این کانال اطلاعات مفید، علمی و درست رو به شما بدم. ورای اینکه این اطلاعات میتونه باعث نگرانی، خوشحالی، ناراحتی یا هر چیز شما بشه، هدفم اینه که آگاهی درست به شما داده بشه و شما در تصمیم گیری اینکه چه درمانی رو کجا انتخاب بکنید آزاد هستید، اما آگاهی است که به شما کمک میکنه. امیدوارم این ویدیو به دردتون خورده باشه. وقتتون رو بیشتر نمیگیرم. خدا نگهدار.